شنیدین بعضی از همسایه ها میگن که افغانستان قبلا وجود نداشته و قدامت افغانستان 150 الی 200 سال میشه. این جمله همسایه ها آویز گوش خود کنه. اگر افغانستان قبلا نبوده شما هم هرگز نبودی. چون افغانستان ریشه است و شما شاخ و برگ این ریشه هستین. ما افغانها ریشه استوار تاریخ و تمدنیم. پایه های این سرزمین کهن با خون دلیران ما آبیاری شده است. پس تیشه به ریشه خود نزنید. چون با حفظ افغانستان آسیا هم سربلند خواهد ماند. آسیا یک پیکر آب و گل است. ملت افغان در این پیکر دل است. افغانستان یعنی است، یعنی شرف، یعنی قلب تپنده آسیا.